این داستان واقعی گوفیه. اون هیچ وقت یه سگ نبود. دهه 1900 میلادی توی بیمارستان روانی کودکان ایالت ایندیانا یه بخش خاص برای بچه‌هایی وجود داشت که میگفتن دیگه درمان نمیشن. بچه‌هایی که حتی بعضی از اونا به تختای آهنی بسته میشدن. توی اون بخش پسری بود که بدون وقفه میخندید. یه خنده خیلی بلند، غیر طبیعی و واقعا ترسناک. اونقدر میخندید تا خیلی اوقات گلوش پر از خون میشد. کارکنای اون بیمارستان گفتن هر شب صدای خنده های بلند اون توی راهروهای بیمارستان میپیچه. اون پسر توی 13 سالگی جونش رو از دست داد. جزئیات کاملا دقیق پرونده پزشکیش طی سالها از بین رفت، اما عکسای اون باقی موند. صورت عجیبش که فکشو با باند و پارچه بسته بودن. حدوداً 2 دهه بعد این عکس‌ها به همراه یک سری اطلاعات کلی به چند تا انیماتور نشون داده شد. بهشون گفته شده بود که این عکس‌ها یه نمونه عالی ایده برای طراحیه و اونا شروع کردن به کشیدن همون لبخند روی کاغذ. حتی به تیم صدا گفتن سعی کنن اون صدای خنده رو تقلید کنن و سال 1932 گوفی روی پرده سینما ظاهر شد. خانواده هایی که سالها پیش بچه هاشون توی اون بیمارستان بستری بودن به صورت خیلی واضحی اون صدای خنده رو شناختن و خنده‌ای که هنوزم بعد از سالها شنیده میشه. صدای پسریه که تا زمان مرگ هیچ وقت خندیدن رو متوقف نکرد. اینجا عجیب ترین پرونده و داستانهای واقعی رو میبینی، پس حتما چنل رو ساب کن.